دوستان اینم آببندی استخر. روش کار آببندی استخر. چسب زد 90 با سیمان سفید آب قاطی مونیم برای آببندی استخر. نگاه کن با این مرتب میکشیم روی استخر تا روی دیوار خوب یک دست باید اینو بکشیم. چسب زد 90 با سیمان سیاه و آب قاطی می‌کنیم. نگاه کنید قشنگ باید یک دست اینو بکشیم که هیچ جایی برای نفوذ آب نمونه، یعنی مورچه خوراک نمونه. نگاه کنید قشنگ باید همه جایش روی دیوار باید همه جا بگیره سیمان و چسب زد 90. اینم روش آببندی استخر با چسب زد 90. همینطوری که میبینید باید برای انشاءالله که از کاشش هم برای شما فیلم میگیرم و میذارم چجوری کاشی رو کار کنیم، چجوری کاشی استخر کار کنیم. نگاه کن رو به بالا و پایین چپ راست قلم رو میکشیم که هیچ جا برای نفوذ آب نمونه، یعنی قشنگ همه جا را باید بگیرم. اینطوری که میبینید همینطوری میبینید اینم که درست کردیم اینه. قشنگ باید نه سفت باشه نه شول اگر زیاد شول باشه شوره مونه، اگر زیاد هم سفت باشه بازم خوب نیست. آره نگاه کنید اینا را ما الان آب بندی کردیم. این دور لام اینا را هم باید قشنگ بگیرید که درست حسابی آب بندی شونه. نگاه کنید ما اینجا را امسوب آب بندی کردیم. این استخر از ما حلاله، این استخر دارد کار مونیم. دیوار صاف یعنی هیچ نداره. حلال و خیلی هم کاری قشنگ. این زمانی کاشی کار کردیم هم از چیشی میگیریم، از کاشیکاری هم آموزش کاشیکاری هم برای شما میذاریم انشاءالله.